اسلامی و برادران ایمانی، چگونه که به ما و شما معلوم بود سلسله بحثمون در آیه های رقم 179 و امروز 180 از سوره بقره پاره دوم صحبت کرده بودیم و ما و شما درباره یک چند نیکی ها صحبت کردیم و یکی از نیکی ها در این زمین قصاص بود. ما قصاص به شما گفتیم، الحمدلله بفضل الله قصاص شما فهمیده که در زمین قصاص حیات بوده. ما یک چند نمود حیات داشتیم. دیروز ما صحبت کردیم که ما حیات اخروی داریم، معنی شهیدا در آخرت نمیمردیم. ما یک نوع حیات داریم که در این دنیا حیات اخروی، حیات برزخی داریم، حیات اخروی داریم، حیات همین دنیا تقوایی داریم. یک حیات داشتیم که این حیات چی بوده؟ قصاص. یعنی که خداوند گفت شما قصاص گیره، یعنی که دنبال بعضی کارا پرونده کشوی، او را به محکمه کشه، چی به او یک انسان به جان میکنه و چه حق داره کار میکنه، یا قصدن کرده یا خطاان کرده، باید نزد قانون قاضی ده جوابش بده. در اینجا خدا گفت که اولوالالباب، ای صاحبان عقل و فراست، ایرا نغزانین که همه انسان صاحب فراست شده نمیتونه برادر، ایرا نغزانین و ایرا از یادتون نبرورین که همه انسان صاحب فراست شده نمیتونه. قرآن تعقلون میگه، آیا شما عقل نمیکنی؟ اما در اینجا میگه الباب. قرآن برای مردم اولوالالباب اومده گه، آدمایی که صاحب عقلی درستن، صاحب فراست درستن. انا همین عقل و فراست چند سبب قدی ضعیف میشه. یکم سببش چی بده؟ تعلیم نادرست. اینمی تعلیمای نادرست عقل بیزه میکنه. تعلیمای نادرست عقل آدم از الباب میبراره، از فراست دور میکنه. تعلیماتای نادرست. دوم تربیه نادرست. تربیه نادرست، تربیه هایی که بنیادش غلطه، انسان ها را از الباب دور میکنه، از فراست دور میکنه. سیوم محیط و اطراف نادرست، رفیقی بد، محیطی بد، جوری بد، جمعیتی بد، جامعه بد، آدم به فراست میکنه. برای انا همین یکی تعلیم بده، یکی تربیت بده، یکی محیط. این سه چیز برای عقل ما چیه؟ رول کلیدی بازی میکنه که ما به الباب رسیم، ما به لب و لب رسیم. اگر در خون او انسان کشته شوه، خیلی آمار آدم کشی پس میشوه. وقتی که وای پیش ای کشتن فکر میکنه که من میکشم، وای پیش ای کشتن فکر میکنه که من نابود میشم. شما امروز انسان های مواد مخدر فروش در آسیا زیاد میدونه، لیکن در چین نمیدونه. چی با چین ده؟ چین چیکار میکنه؟ حکم قتله. چین چیکار میکرده؟ میکشته. شما بینید که چین از این وبا از خیلی کشورها خلاص خوب. اگر همینم قانون دا می در آمدن میکشتن، همین جدام کم میشه. شما قاچاقچی تاجیک در چین کم میشناسه. ممکن در همین 30 سال آخر 4 کس دونه، هوایان هم قبیدن نابود کردن، لیکن در این قلمرو 1000 تا را میدونه، 2000 تا را میدونه. چی با غیر محبس یگان راه ندارن. محبس بعد 4 و 5 با میبرو، محبس بعد 4 و 5 میبرو. اینقدر انسان زهرآلود کرد، اینقدر انسان نابود کرد، اینقدر انسان به جان و اخلاق و تربیتش بازی کرد. برای همین نگاه کنه که اسلام میگه شما اگر همین قصاص میکرده، نابودش میکرده، شما ببینید چقدر آرام میگرفته. یکی از همون سبباشه شما در همین امروزه چین بینید، در چین نداریم قریب نیست همین بازی از جانب مردم ما. چی با نداریم؟ برای که یگانه مردمی که برای قپیدن مواد مخدر حکم اعدام اعلام کرده، نابود میکنه. کسی باشه نباشه او را نابود میکنه. برای همین برادرای عزیز در همین قصاص حیات بده، یک نوع زندگی بده، برنامه بده.
یا اولی الالباب به فراست ها میگه لعلکم تتقون، اگر شما با فراست باشه منفعت و فایده قصاص فهمه، در خون گیران فهمه، شما دیت دانه، شما شرع فکر کنه، ای بسیاری خونی آدم شما تقوا میکنه، شما خونی آدم ها احتیاط میکنه برای ریزاندنش. کسی یک انسان به ناحق میکشه جنایتی تمامی اهالی سیاره زمین در گردنش میزدیم. این آیه قرآن است. و کتبنا علی بنی اسرائیل من قتل نفسا بغیر حق. صاحبای تفسیر میبره که اولین اجازت نامه در بنی اسرائیل شد که کسی یک انسان به ناحق میکشه در تورات آمده بوده گناهی تمامی سیاره رو در ذمه‌اش میزنن. این قتل میگه، این میگه گناه. اگر این دانن، اگر این فهمن یک مرتبه، از این نقطه نظر آیه قرآنیه که در آیه 45 سوره مائده میبیا، در آل عمران میبیا، در سوره مائده این بحثا میخزه آیه 45، از این نقطه نظر تروریسم هیچ مال اسلام نیست. تروریسم تولد تمدن اسلام نیست. وقتی یک انسان یک آدم به ناحق کشه جنایت این سیاره رو در ذمه‌اش زنن، وای چه خیل و چه خیل انسانی درست در این زمین، و چه خیل در انسان هسته که در این زمین زندگی میکنه. این از اسلام نبوده، این بار کرده اسلام. اگر مسلمانی ما ایرادانه، اگر مسلمانی ما قتل فهمه، اگر مسلمانی ما کارچه زن فهمه، اگر مسلمانی ما پراندن فهمه، چی گپه؟ اینقدر عذاب بوده است، اینقدر عذاب بوده است. بعد از اون میگه لعلکم تتقون، اگر شما اینا رو فهمیده شما میگه از خون انسان ها پرهیز میکنه. انا دویم آیه رقم 80 برای نیکبختی. یکی از نیکبختی در این زمین چی است؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. این کتبه به معنای چی است؟ واجب نیست. این کتبه به معنای فرض نیست. چخیلی که خدا میگه برای شما رمضان فرض کردم، این کتبه به معنای چی؟ مستحب، خوبه برای شما. وقتی برای شما نشانه های مرگ پیدا شد، شما این ترک خیرا الوصیه، شما برای پدراتان و خشاتان، فامیلاتان و نزدیکاتان از مال دنیا یگان چه وصیتشان کنه. خاک نمره در دنیا، این دنیا دا پوچ نمره آخی. یا چیمانه بدای سری خطان اولین نزدیک به شما پدر و مادرتانه، برای او ای یک حصه مالتانه وصیت کنه که پدر این ایتای، بچه می این ایتای، دختر می این ایتای، ای 3 حصه یک حصه مال ده مرده حق داره که وصیت کنه و انسان رو صاحب مال کنه. ای 3 حصه یک حصه ده زیادتر در رفت، اینه به اجازت واریسا میکنه. واریسا از مال پدر ترکه میخرن. ترکه مال پدر را وقتی او میگیرن، ترکه چیه؟ مرده و بعد خودش مال را ترک کرده رفته. انا همون از 3 تقسیم میکنن، یک حصهش تا وصیتاش میتین. اگر ایه حصه زیادتر شد، اینجا بین واریسا مصلحت میشود. اگر واریسا ناراضگی بیان کنن، وصیت باطل میشود. فقط ای 3 حصه یک حصه مستحب بده که مرده گوه که شما چیکار کنی؟ از همین بعد مردن من گاوی سفید فلانی دته، حولی پایانی فلانی دته، همین جمع کنن که ای 3 حصه یک حصه مالش میشوه. اسلام بینه که ما را میگه شما پوچ نمره، شما گمان نکنه که در این دنیا اینه بینه. یک مراتب بینه خدا میگه که در همین جا خیر میگه مولا. خدا در همین جا مولا چی میگه؟ خیر. اما انسان های اصلا چی میگه؟ این مال دنیا که در کره او خدا مولا خیر گفته است. گپی ما محقوله یا گپی خدا؟
ما نسبت دنیا بین چی داریم؟ دنیا در این آیت آمده خیر. خدا دنیا را خیر میگه برای مسلمان اگر به برنامه زندگی کنه. بعد از او دنیا الله جل و علا شانه چی میگه دنیا را؟ فضل. در قرآن دنیا را چی میگه؟ فضل. دنیا در قرآن خدا چی میگه دنیا را؟ زینه. نمیگه دنیا حرام. در کجاش اومده دنیا حرام؟ همون وقت دنیا حرام شوه که کدام وقت دنیا حرام میشه؟ اکل لما تحبون المال حبا جما. انی وقت حرام شده. دنیا را همیشه دوست دارن که فقط جمع کنن و ذخیره کنن و خدا را قطعی تمامی برنامه‌اش ایاتشان برارن. انی اینجا حرام میشه. اکل لما حبا جما. انا این حالت دنیا حرام شده. دنیا را خدا بین خیر میگه. اگر شما وصیت کرده نیک شد بر شما هر وقتا که نشانه های مرگ در شما آمد شما از این دنیا ترک کرده. چی را ترک کرده؟ خیر. این خیر در اینجا مال تانا ترک کرده میره همه را وصیت کنه. همه را وصیت کنه. یکم برای والدین تان دا وصیت کنه. شما والدین تان گپ زنی وقتی مردنده. نشانه های مرگ که فرارسی در انسان یکی چیه؟ از جان نخستن، دویم چهره زرد شدن، سیوم گپا طاقه برآمدن، پنجم حرارت به 40 رسیدن. اینا نشانه های مرگن. هفتم پرتافتن و قی کردن. همینجا اگر یکی ما بعد قضای الهی رسن وصیت کنه میگه از همون مالاتون داره وصیت کنه. چی با در اینجا اقربین آورد؟ گفت فامیل و خیش توار. چی پدر و مادر در خیش توار داخل نمیشوند؟ میشوند در اقربا. اما چی با در اینجا پدر و مادر جدا کرد؟ پدر و مادر در اسلام حرمت خاص داره. پدر و مادر در اسلام حرمت خاص داره که وصیت اول در همون واسی کن، در همون موصیه که میکنی. یک انسان بالای سر دو فیراد میکنی که فلانی بعد ای سری من فلانی را در فلان جاته فلان چیز در فلان کس رسان، اینه در پدرم ته، اینه در مادرم ته. همو را جمع میکنن. یکم تکفین. یکم چی بده؟ تکفین. اولین چیزی را برای مرده از مالش جمع میکنن این اول کفن بده. از همه پولش اول همه 3 لباس کفنش میبرارن. بعد از اون میگه تجهیز. تجهیز چیه؟ یعنی که همون مردکن و مردشو همه ده حقشان روزی کردن در کاره. همون قورکند دادن در کاره حقشان. این حق شرعه. بعد از او کفن که دادیم، بعد از او مردشو که دادیم، بعد از او گورکند که دادیم. اکنون 2 حق اجرا شد. بعد از این سیوم ای سیه که مالش چی شمیتیم برادرها؟ وصیت. مجموعی مال جمع میکنیم 3 تقسیم میکنیم. از این برابر میبراریم وصیت شمیتیم. ما وقتی وصیت اینه که دادیم اجرا کردیم یک حصه زیاد نشوه همون 3 حصه. بعد انا همون وصیت که تمام که شدن هر 3 اینها و به طریق قرآن و سنت و اجماع و قیاس بین سهام، یعنی انسان هایی که از مال مرده سهم میخرن، بین اونها ترکه سر میشوه. جناب پیغمبر گفتن هر موصله که او را وصیت میکنن که بعد مرگ من ایسه یکی مال ما در اینت در اینت اگر خیانت کنن نته گفت گناهی تمام بشر در ذمه‌اش میزنن و تمام ملائکه لعنتش کنن. حدیث داریم که خدا لعنت کند اون کسی را که در ترکه خیانت میکنه یا در وصیت خیانت میکنه. این گناه کبیره است. برای که یکی از فرضهای کفایه های ما مال مرده را باید ترک کنیم. این فرضهای کفایه های. فرض عین شده به واسطه قرآن های، لیکن فرض کفایه های که هر یک محله باید یک کس همین دانم علمه.
روان وصیت جدا کنه. جناب پیغمبر گفت که ملائک خدا و ملائکش لعنت کند همون وصیتگری را که وصیتش کرده یعنی وصیت اجرا نکرده. وای بیچاره به هنگام مرگ فرا رسیده وصیت میکنه که خانم در فلانی اینش در همین حساب میکنه که ایسه حصه یا حصه مال میشود. پدرها حق وصیت دارن، اقربا خشتبار حق وصیت دارن. اگر پدر بالمعروف به نیکی به خوشی به ارزندگی میگه خدا وصیت کنه معروف. یک انسان وصیت های پوچ من وصیت میکنه که فلانی را جنازه من در نمانی کفر. وصیت باید معروف باشه. حتی که حضرت امام حسن بصری گفتیان که وصیتاتونه با عالمای زمانتون کنه، علما را بیارید پیشون وصیت کنه که ویا میدونن چیکار کنن. یک انسان وصیت میکنه که فلانی را جنازه من در نمونه، فلانی منو فلان جا برای گور کنه، راه محکم، فرودگاه محکم، زمین یخ، هیچ که جا رفتن نمیتونه. وصیتای بی معنی. وصیت باید انسان به خدا بره، وصیت انسان باید به خدا رسانه، باید وصیت کنن مثل آن ابرمرده که بفضل الله درس دیگرمان انشاءالله این بحثمون دوام میتیم. برای که بحث مهمه تلفناتون خاموش کنین.